السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب قماندان صاحب، قماندان صاحب اول خود را معرفی نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید یاقوت آقا، قماندان کندک اول لوای سوم پیاده قلوردی 29 الفتح. قماندان صاحب محترم، شما به خاطر چی میخواین که در شهرهای مزار شریف چک پاین اتخاذ کنین؟ غرض از چک پاین‌های ما برای مردم ملت متدین تامین امنیت برای همشهریان عزیز ما و روزهای مبارک عید سعید فطر می باشد تا هموطنان عزیز ما روزهای عید سعید فطر را به فضای خوب، خوشحال، آرام سپری نماید. ماشاءالله. قماندان صاحب محترم، شما به ملت و مردم چی گفتنی دارین؟ گفتنی ما برای مردم متدین شهر مزار و ولسوالی‌های مربوطه این ولایت این است که امنیت کاملا تامین است. برای همشهریان عزیز خود میگم روزهای عید سعید فطر را به مطابق اصول قانون امارت اسلامی سپری نماید.